چاهی و ولسوالی البرز در جمع ولسوالی های ولایت بلخ اضافه شد. کلینکام ضعیف است، از چیزش نفوذ زیاد است. زمان جمهوریت به ولسوالی چاهی توجه نمیشد. دولت امارت اسلامی به ولسوالی تبدیل شد، ولسوالی رسمی شد. اینکه این مردم چاهی در اینجا با چی مشکلات مواجه هست؟ آبی آشو میدنی برای ما چیز شوه مایا شوه یک برق برای ما بیایه. ولسوالی شده است و چی تغییرات آمده از وقت ولسوالی شده؟ ادارات همینجا فعال شده، ولسوالی چای منظور شده، شکر است الحمدلله. با آمدن حکومت امارت اسلامی کم کم ولسوالی چاهی رو به پیشرفت. این ولسوالی رسمی شد و در چوکات رسمی دولت داخل شده. به نام خدا و عرض سلام بینندگان محترم، امیدوار هستم که خوب باشید. بعد از سفر 2 ساعته رسیدیم به ولسوالی چاهی ولایت بلخ. این ولسوالی در زمان حکومت امارت اسلامی به ولسوالی تبدیل شده است. ولسوالی چاهی و ولسوالی البرز در جمع ولسوالی های ولایت بلخ اضافه شد و ولسوالی خلم پیوست به ولسوالی و به ولایت سمنگان. اینکه این مردم چاهی در اینجا با چی مشکلات مواجه هست و کدام مردم در اینجا با کدام رسم و رواج و عنعنات زندگی میکنند، در این گزارش با ما بیننده باشید. صحبت های می داشته باشیم با یکی از باشندگان ولسوالی چاهی تا ببینیم اینا در ولسوالی چاهی با چی مشکلات مواجه هستند و چی خواستها از حکومت امارت اسلامی دارند. سلام علیکم، ماما خوب هستین؟ سلام، جورستین بخیر، خوب هستین؟ تشکر. نام شما و شما باشنده همین ولسوالی چاهی هستین؟ بله، از قریه ایتان هستم، ولسوالی چاهی. این سرکا خراب است، او نداریم، او شیرین نداریم. این کلینیکا است، مثلا کلینیکام ضعیف است، از چیزش نفوذ زیاد است. اینا مشکلات ها زیاد است دیگه. چی میگه؟ ولی امروز اومدیم اینجا بچه‌ها رو امتحان میگیرن، میگه خاطر ما اومدیم. بله. یعنی ما وقت اومدن میتونیم وقت اومدنش در زرنج بار که میبینیم متاسکل میبینیم، هر کس خودش میبره دیگه. اینجا اومدیم اینجا ولی مردا ظرفا رو آور کردیم، ولی مردم میبره بس امتحانش میته خسته میره دیگه. این گپاست دیگه. بله. راه خراب است، رسیدنتان طول میکشه به دلیل که راه خراب است دیگه. جغل اندازی نیست، راه سرکا پاک کده خراب است. مشکلات ما بسیاری از سرک است. بله. کلینیک سی چه قسم است؟ آب چه قسم است اینجا؟ کلینیکام بعضی کلینیکا او داره و بعضیش او نداره، او داشته باشه او شیرین نداره و نه او دریایی کم است اینجا فعلا. او چا است، مردم بسیار در مشکلات او میکشه. 3 लाख 4 लाख روپیه خرج نکنه، چا زدن نمیتونه. بله. 2 اینچ 5 लाख روپیه مصرف نکنه، 4 اینچ زدن نمیتونه. یعنی که با مشکلات زیاد است دیگه. از حکومت امارت اسلامی چی خواست داری که آیا به این خواست شما رسیدگی بکنه؟ این مشکلات شما خواستتون بگو. این خواست ما همین سرکای ما مردم جور کنه، ما از اینا خیلی خوش هستیم دیگه. اول خوش نه ولی خوش هستیم دیگه، کلی خوش است از اینا. برق نیاز ندارین؟ برق هم نیاز داریم. برق است در بالا قشلاقا سال تایول اینجا برق نامد ولی. بله. کانال گذاشته، کانال از ما مردم فعلا دور است که تا کانال با ما میرسیم ولی بسیار کپاس نی. بله. در زمان جمهوریت به ولسوالی چاهی توجه نمیشد. در اون زمانی ولسوالی هم نبود. چقدر خوشحال هستی که حالا این چاهی به یک ولسوالی تبدیل شده؟ نه ولسوالی که من توبال خرابه یک دکونه خرابه بود، مال بازارش یا دکانش دیگه، ولی راسته دکانا شده، نه چوک جور شده شکر خدا. ولی پایه داده در مسجد جور شده، مدرسه است، اون کلینیک است، این مکتب است. اول مکتب تا کجا بود، یعنی مکتب هم شروع شد. بله. کلی چیزا هست، شکر خدا. تشکر برادر، بخیر باشه. این بود صحبت های یکی از باشندگان ولسوالی چاهی در مورد مشکلات و پیشنهاداتش هم کرد به حکومت امارت اسلامی. امیدوار هستیم که رسیدگی صورت بگیرد.
با یکی دیگر از باشندگان ولسوالی چاهی در مورد مشکلات این ولسوالی صحبت های می داشته باشیم. سلام علیکم، ما خوب هستین؟ سلام علیکم، خوب هستین؟ جور بخیر. بخیر باشه. نام شما؟ من آقا حسین احمد از قریه دینا ولسوالی مربوط چای هستیم. بله. چقدر خوشحال هستیم ما که چاهی در زمان حکومت امارات اسلامی به ولسوالی تبدیل شده. بسیار خوش هستیم. بله، دمی زمانی دولت امارات اسلامی به ولسوالی تبدیل شد، ولسوالی رسمی شد. بله. سابق هم خوب بود تو چی نبود، مقصد فعلا به حساب رسمی اینجا ولسوالی تعیین شد. خیلی خوب. چه مشکلات دارین شما در ولسوالی چاهی؟ ما در ولسوالی چای برق نداریم، کلینیک نداریم. خب با سرکای ما تو جغلی صحیح نداره، بسیار یک ذره کند و کپرش یک ذره زیاد است. این مشکلات هست. بله. این نبود سرک، نبود کلینیک صحی، نبود برق چقدر شما را با مشکلات مواجه کرد؟ خیلی با مشکلات روبرو هستیم صاحب. موتر ما یک ذره تیز رفتن نمیتونه، مقصد موتر خراب میشه، موتر تشکیل هم تو دیگه مشکلات هست دیگه صاحب. در زمستان مشکلاتتان زیادتر میشه؟ آب باران جمع میشه، لای میشه، گل میشه، هیچ گشت و گذار نمیشه، مشکلات هست. خواست از دولت چی است؟ باید چی بکنه؟ خواست ما از دولت امارات اسلامی هم است که سرکای ما جغل شو، کلینیک باید در قریه باید کلینیک داشته باشیم. بله. خب برق داشته باشیم، آب داشته باشیم. آب ما در بار ما هیچ اصلا آب خوردنی نداریم. بله. 1 لیتر آب ما در په خریده میگیریم صاحب. یعنی مشکلات هست دیگه. خب امیدوار هستم که حکومت امارات اسلامی صدایتان بشنوه و به مشکلات شما رسیدگی بکنه. بخیر باشید. تشکر. در این قسمت از برنامه باز هم صحبت‌هایی می داشته باشیم با یکی دیگر از باشندگان در ولسوالی چاهی. سلام علیکم ماما، خوب هستین؟ خوب هستین؟ بخیر هستین؟ تشکر. نام شما ماما جان؟ نام ما فیض الله، یکی از باشندگان قریه چاهی می باشیم. خب چقدر خوشحال هستی ماما جان که چاهی به ولسوالی تبدیل شده است؟ بسیار خوشحال هستیم، فضل خدا خوشحال هستیم، ولی مشکلات‌های زیاد داریم. مشکلاتایتان چی است اگر میشه بگوین یکی یکی؟ مشکلات‌های ما رکی هست، این راه ما خراب است، زمستان میشه از این پس هوا جمع میشه، بسیار رفت آمد مشکل است. بله. ولی یکی کلینیک صحیح نداریم، داریم مقصد و قنیه دیگه. بله. آدما رسیدگی نمیتونه، مقصد میشه. بله. داریم ولی یک کلینیک صحیح بکار است، آبی آشامیدنی، آب شیرین ما نداریم. بله. ولی در زمستان تر وقتا هم میشه که مثلا برف می باشه، باران می باشه و راه خراب می باشه، یک مریض یک مشکل عاجل پیش میشه. چقدر مشکلات براتون اینجا پیش میشه؟ بله بسیار مشکلات های زیاد. ما کلینیک میریم و کلینیک ما را اینجا موتر خدا را مقصد راهی میکنه، بسیار مشکلات است دیگه. ما خود ما رسیدگی نمیدیم، کلینیک میریم و همون تو یک چاره ما نشه دیگه نمیتونیم. این کلینیک هم امکانات داره؟ امکانات میشه، مقصد نداره، داره دیگه. موتر هم سه چیزا داره. بله. از حکومت امارات اسلامی چی میخواهید؟ چی کار؟ از امارات اسلامی را میخواهیم که راهی ما جور شوه، کلینیک ما یک ذره اساس جور شوه، آبی آشامیدنی برای ما چیز شوه، مهیا شوه. بله. یک برق برای ما بیایه. بله. این چیز را داریم از امارات اسلامی. بله. خوش هستیم، زنده باشن، خدا کامیاب و پیروز کنه، مقصد این چیزا را برای ما مردم مهیا کنه. بله. امنیت چطور در ولسوالی چاهی؟ فضل خدا بسیار امن هستیم، قراری از خیر و خیریت است، از همه طرف شکر و آرام هستیم، دیگه مشکل نداریم. تشکر، بخیر باشین. این بود صحبت های کاکای ما که اینا هم میخواستند و از حکومت امارات اسلامی میخواهد که سرک برشان جور شود، برق برشان بیاید، کلینیک صحی برشان جور شود تا اینا از این مشکلات برشان به وجود نبیاید دیگه. بینندگان محترم، در این قسمت از برنامه صحبت‌های می داشته باشیم با یکی از آمرین معارف در ولسوالی چاهی. السلام علیکم عمر صاحب، خوب هستین؟ سلام علیکم و رحمت الله. تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بخیر باشین. ببخشید اگر یک بار باز هم خود را به ما معرفی بکنین. اسم من عبدالرسول نظری، آمر معارف، آمر مکتب لیسه فرخ آباد هستم. خیلی خوب عمر صاحب،
بچه ها و جوان ها چقدر در اینجا در ولسوالی چاهی شوق دارن که درس بخوانن به مکتب بیاین؟ بسیار خوب. شاگردان کلهم بسیار شوق علاقه زیاد دارند که درس بخوانند، به خاطر از که در امتحان جمعی با امتحان سیرت النبی آمادگی گرفتن، بسیار با شوق و هیجان. انشالله که امروز در امتحان میبینیم. خب چقدر احساس خوشحالی دارین که چاهی به یک ولسوالی تبدیل شده از در این چند وقتهای نزدیک؟ خیلی بر ما خوشایند است که برای مردم ولسوالی چاهی خوشایند است که تمام ادارات همینجا فعال شده، ولسوالی چاهی منظور شده. شکر است الحمدلله. بعضی کمبودات همینجا داریم، انشالله او را به سوالات شما جواب داده میشه. بله. مشکلات شما در اینجا چی است؟ مشکلات عمده در ولسوالی چاهی؟ مشکلات عمده خصوصا همه خرابی سرک است. سرک ها خیلی خراب است. برق نیست. به ارتباط صحی بگوییم کلینیک صحی داریم مگم امکاناتش خیلی کم است که باید توسعه داده شود. و همچنان به ارتباط مکتب اگر بگوییم، به سطح مکتب بگوییم، در عموم آب نوشیدنی نیست در مکتبا و همچنان حساب برق. تماما مکتبا ضرورت داره. امکانات کامپیوتری ما البته یک ولسوالی دوردست دور افتاده هستیم. انشالله که توجه دولت، توجه شما مردم خواهانیم. بخیر باشین. در کل از حکومت امارت اسلامی میخوایی که سرکایتان جور شوه، برق براتان بیایه، کلینیک صحی براتان اضافه شوه؟ بله بله، انشالله که دولت تا جایی که ما میبینیم سرکا را جور کرده را هستن، توجه امارت اسلامی را در همین بخشایی که قبلا یادآور شدم، البته به ارتباط سرک، برق، کلینیک، مکاتب توجهشان میخواهیم. بله. ولسوالی چاهی یک ولسوالی دورافتاده در ولایت بلخ است. بله. اینجا شما از لحاظ امنیتی کدام نگرانی خو ندارین؟ نه خیر، الحمدلله از امنیت هیچ دیگه مشکلات نیست. بسیار خاطر جمع، هیچ مشکلات نیست. نه درا نه خانه، هیچ کدام دزدی و چپاول، هیچ بخی همه خاطر جمع هستند. شکر. آیا 4-5 سال قبل مشکلات بود؟ وقتم بود، کم بود. از اینکه بعد از آمدن حکومت امارت اسلامی تماما مردم خاطر جمع میتونن در کاربارشان رسیدگی بکنن، کاربار خدا بکنن. هیچ مشکلات نیست انشالله. تشکر. از نگاه امنیتی هیچ بخی خاطر جمع. تشکر. خیر باشین. تشکر بسیار. خیر باشین. بینندگان محترم، در این قسمت باز هم میشنویم صدای یکی دیگر از باشندگان در ولسوالی چاهی را. سلام علیکم، خوب هستین؟ و علیکم السلام. سلام علیکم، تشکر از شما. بخیر باشین. اگر یک بار خودم معرفی بکنین شما. بسم الله الرحمن الرحیم. نام ما هلال الدین جلال زاده، عضو انکشاف مسلک معلمین آمریت معارف ولسوالی چاهی در خدمت شما میباشم. بخیر باشین. چقدر خوشحال هستین که چاهی ولسوالی شده است و چی تغییرات آمد از وقت ولسوالی شده؟ تشکر. با وجودی که این ولسوالی نو تشکیل است و مردم خیلی خوشحال هستند تا اینکه که به رسمیت و در سیستم داخل شده و ولسوالی رسمی شده است. خوشایند هستیم کل مردم ولسوالی چای از این برنامه خوشایند است. با این خوشحال است که این ولسوالی رسمی شد و در چوکات رسمی دولت داخل شده است. و از وقتی که ولسوالی شده کدام تغییرات آمده؟ بله، مردم خوشایند است و کار و فعالیت‌ها در قسمت‌های مختلف جریان داره و در هر زمینه فعالیت‌ها و انکشاف و فعالیت‌ها و جریان داره و مردم مطابق قانون و مطابق لایحه وظایفشان اجرات میکنند. بله. قسمی که ولسوالی چاهی یک
ولسوالی دور افتاده است. مردم اینجا با چی مشکلات مواجه است؟ مشکلات مردم ولسوالی چای چون که ولسوالی نو تشکیل است، مشکلات مردم ولسوالی خیلی زیاد است. عمده ترین مشکلات مردم ولسوالی چای اینمی سرک است. ببینید که مردم با ساخت‌ها مشکل از راه‌های مختلف، بسیار از راهایی که بسیار با مشقت با تکلیف دیجا به خاطر انجام امور کار عبور میکنن، صعب العبور است. مشکلات عمده‌اش اینمی سرک است. اولین مشکلی که در این ولسوالی دیده میشه سرک است. زمستان باز چطور میشه؟ زمستان خب خیلی میشه باور میکنه که خیلی مشکل صعب العبور میشه، مثل کوبنده بره میشه. دیگه مشکلاتش نبود کلینیک صحی عمومی است که یک کلینیک بسیار اندک است که بسیار کمی از ضرورت مردم دوج رفع میشه. دیگه نبودی برق است. مشکلات دیگه عمده از ولسوالی مردم ولسوالی چای نبود برق است. مردم بعضی از سولار داره، کسایی که مثلا اقتصادش خوب است سولار داره، کسایی که اقتصادش ضعیف است حتی سولار هم نداره. بعد نگاه صحی هم قبلا یاد کردم و دیگه مشکلات هم است چون که مردم فقیر و مردم بی‌بزاعت و مردم یک نادار در زندگی میکنن. مینا توجه عمومی رسانه ها و توجه دفاتر و دیگر ارگان ها را نیز در ولسوالی میخواهیم. خواستان مستقیم از حکومت چی است؟ خواست مستقیم در قدم اول مشکلات ما فقط اینمی ترمیم و جو نمودن سرک است که مشکلات عمده مردم ولسوالی چای سرک است. تشکر. زنده باشین، بخیر موفق باشین، پیروز سلامت باشین. باشین. رسانه شما هم سپاس. بخیر باشید. تشکر. مردم در ولسوالی چاهی واقعا با مشکلات نبود سرک‌های معیاری و درست، نبود برق، نبود کلینیک‌های صحی و آب و آشامیدنی با این مشکلات مواجه است. به گفته باشندگان این محل، حالا با آمدن حکومت امارات اسلامی کم کم ولسوالی چاهی رو به پیشرفت است و از حکومت امارات اسلامی می‌خواهد تا در مورد سرک، برق و کلینیک‌های صحی برایشان توجه صورت بگیرد. این بود برنامه امروزی ما. تا برنامه‌های بعد، خدا حافظ شما.